دقیقاً در روز جمعه 7 اردیبهشت 1403 ساعت 5:30 صبح اتوبان همت ورودی کن رفتگر شهرداری در حال جارو زدن حاشیه اتوبانه که پاهای یک مرد رو لای شمشادها میبینه. از این صحنه زیاد دیده. قبلا معتادایی که از سر خماری و نشگی لای شمشاد خوابشون برده و یا حتی مردن نزدیک میشه تا بیدارش کنه، اما یک دفعه ترس همه وجودش رو میگیره و چیزی رو که میبینه نمیتونه باور بکنه. جنازه یه آدمه که سر نداره، سرش به طور کامل قطع شده و جنازه بدون سر اون کنار اتوبان همت توی خروجی کن رها شده. دقایقی بعد پای پلیس کشیک ویژه جنایی به صحنه جرم باز میشه و تحقیقات برای پیدا کردن هویت جسد و عامل این جنایت هولناک شروع میشه. ساعت 10 صبح 7 اردیبهشت شده جنازه بدون سر و مجهول الهویه به پزشکی قانونی منتقل شده و هیچ سرنخی هم وجود نداره. فقط یه جنازه بدون سر رو دست پلیس مونده که تنها نشونش چند تا تتو روی بدن اونه. روی هر سرشونش یه ستاره تتو شده و روی سینش هم یه تبر. بدیهیه که اولین و ساده ترین راه برای تشخیص هویت جنازه انگشت نگاریه. پزشکی قانونی هم همین راهو در پیش میگیره و در کمال تعجب مشخص میشه هیچ اطلاعاتی از اثر انگشت مقتول ثبت نشده. این فرضیه شکل میگیره که جنازه متعلق به یک تبعه خارجیه که غیر قانونی توی ایران ساکنه. پرونده به شدت پیچیده شده و هیچ سرنخی هم وجود نداره. سرهنگ مرتضی نصاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، خبر پیدا شدن این جنازه را تایید کرد و در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت هیچ سرنخی نه از عامل جنایت پیدا شده و نه هویت مقتول. حتی در بررسی دوربین‌های ترافیکی اون محدوده هم مورد مشکوکی پیدا نشده. گزارش‌های اعلام مفقودی در تهران و حتی شهرها و استان‌های نزدیک پایتخت به دقت رصد میشه تا شاید گره‌ای از این پرونده باز بشه. اما هیچ نشونه‌ای تا اینکه 4 روز بعد از پیدا شدن جنازه یعنی 11 اردیبهشت مفقودی یک مرد 30 ساله افغانستانی به اسم محمود گزارش میشه. برادر محمود که برای اعلام مفقودی برادرش به اداره آگاهی غرب تهران رفته بود گفت برادرم توی یک کارگاه حوالی غرب تهران کار میکرد. هر روز غروب از کارگاه میزد بیرون و حدود ساعت 8 و نیم شب میرسید خونه. اون شب هم مادرم باهاش کار داشت و بهش زنگ زده بود که محمود کجایی و محمودم گفته بود تو راه خونم، ولی اون شب نیومد خونه و توی این 3 روز هر جایی که فکر میکردیم رو گشتیم، خبری ازش پیدا نکردیم تا اینکه دیگه راهی برامون نموند جز اینکه به پلیس گزارش بدیم. خب ما غیر قانونی توی ایران هستیم و مدارکم نداریم، خیلی راحت نمیتونیم بیایم سراغ پلیس، اما میترسیم بلایی سر محمود اومده باشه چون سابقه نداشت اون بدون اینکه به ما اطلاع بده چند روزی غیب بشه. برادر محمود در مورد خصوصیات ظاهری برادرش میگه محمود 30 سالشه و قدش حدوداً 1.65، موهاش لخت و روی بدنش هم چند تا خالکوبی داره. چند سال قبل روی 2 تا سرشونش ستاره خالکوبی کرد و روی سینش هم یه دونه تبر زده بود. با اعلام این خصوصیات و به ویژه نشونی‌های دقیق تتوها دیگه شکی باقی نمونده بود که جسد مجهول الهویه کشف شده متعلق به برادر همین مرده. با این حال مرد به پزشکی قانونی معرفی شد تا جسد رو ببینه و شناسایی کنه. بعد از رؤیت جسد اعلام کرد که جسد کشف شده متعلق به برادرشه. اونها همه به صورت غیر قانونی توی ایران زندگی میکردن و برای همین هویتی ازشون ثبت نشده بود. به دنبال شناسایی هویت این تبعه افغان، رهزنی برای پیدا کردن قاتل یا قاتلینش هم شروع شد. در بررسی تماس‌ها و پیام‌ها و رفت و آمدهای محمود مشخص شد خیلی هم آدم آروم و بی دردسری نبوده و چند فقره سابقه دعوا و درگیری هم داشته. حتی چند باری هم توی لایو اینستاگرام چند تا تبعه دیگر رو تهدید کرده و باهاشون قرار دعوا گذاشته بود. با استخراج این اطلاعات خانواده و نزدیکانش هدف تحقیقات قرار میگیرن و تا اولین سرنخ جدی توی این پرونده مبهم روشن میشه. خانواده محمود میگن اون با 2 تا برادر که از اقوام دورشون هست سر یه اختلاف قدیمی درگیری داشتن. حتی آخرین بار هم محمود با یکی از برادرها دعوا شده و اون رو کتک زده بود.
مادر مقتول میگه دعوای محمود با اونا سر خواهرش بوده. اونا چند باری برای دخترم مزاحمت ایجاد کردن و محمود یکیشون رو کتک زده بود. اونا هم چند باری وقتی محمود خونه نبود اومدن دم خونمون و تهدیدمون کردن و حتی گفتن یک بلایی سر محمود میارن. با این تحقیقات تازه 2 برادر به عنوان مظنون به قتل محمود تحت تعقیب قرار گرفتن و به سرعت مشخص میشه که یکی از 2 تا برادر دقیقاً از فردایی پیدا شدن جسد سربریده شده محمود غیبش زده و اون یکی برادر در باغی که توش سرایدار بوده حوالی شهریار دستگیر شد. متهم 21 ساله وقتی در محاصره نیروهای پلیس قرار گرفت به سرعت لب به اعتراف باز کرد و گفت نقشی توی قتل نداشته و فقط به برادرش کمک کرده تا سر محمود رو مخفی کنه. این تبعی 21 ساله افغانستانی بعد از حضور در اداره آگاهی و نشستن روی صندلی بازجویی ماجرا رو اینطور تعریف کرد: محمود با من و داداشم مشکل داشت و میگفت من مزاحم خواهرش شدم، ولی اشتباه میکرد و خواهر خودش مشکل داشت و سراغ من میومد. تا اینکه یه بار من و خواهرش رو تو خیابون دید و من رو حسابی کتک زد، طوری که صورتم خونی شده بود، دندونم شکسته بود و انگشت دستم هم در رفته بود. برادرم که ماجرا رو فهمید گفت محمود رو ادب میکنم. داداشم سر ساختمون کار میکنه و منم توی باغ سرایی دارم. اون شب داداشم زنگ زد و بهم یه آدرس داد و گفت خودتو برسون، با محمود قراره دعوا دارم. ولی وقتی رسیدم فهمیدم قبل از اینکه من برسم داداشم محمود رو با چاقو زده و اونم تموم کرده. دیگه نمیشد کاری کرد. تنها کاری که کردم این بود که سرش رو از بدنش جدا کردیم و من با خودم به باغ بردم تا سرش رو دفن کنم. جنازه رو سخت بود ببریم. فکر کردیم اگه جنازه‌ای بدون سر پیدا بشه قابل شناسایی نیست. من سر محمود رو با خودم به باغ بردم و داداشم رفت افغانستان. اون بهم گفت یه مدت میمونه و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد برمیگرده. به دنبال این اعترافات سریع و هولناک اکیپی از مامورای آگاهی به باغ و محل دفن سر محمود رفتند. ماموران پلیس تونستن سر بریده شده محمود رو با اون نشونی هایی که متهم داده بود پیدا بکنن. متهم مدعیه که برادرش محمود رو کشته و اونم الان فراریه. اما خانواده مقتول از اون شکایت کردن و گفتن اصلا محمود با اون یکی داداشش دعوا نداشته و دعواش با همین بوده و همین محمود رو کشته. فعلا متهم با اتهام جنایت بر میت و اختفای جسد توی زندان منتظر برگزاری دادگاهه و اون یکی هم تحت تعقیبه. البته شواهدی وجود داره که برادر از مرز خارج شده و به افغانستان رفته. با توجه به افشای جنایت و دستگیری برادرش خیلی بعیده به ایران برگرده و با توجه به اینکه هیچ مدرکی علیه متهم دستگیر شده هم وجود نداره و در اعترافتش هم همه تقصیرها و قتل رو گردن برادرش انداخته و زیر بار دست داشتن توی قتل نرفته، احتمالاً صدور حکم سنگین مثل قصاص براش تقریباً صفره و در صورت پیدا نشدن برادر بزرگتر و متهم ردیف اول این جنایت هولناک هم اون نهایتاً چند سالی بیشتر حبس نمیگیره. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید این کار رو همین الان انجام بدید و با لایک ها و کامنتاتون از ما و فعالیتمون حمایت کنید.